قشنگ فش پرید کرد یه لقمه. وای وای بچه چه سکه بزرگی. جناب سروان پراید پرس شدن. بچه زنگ زدی یه عدد جیر بیا. جیر؟ ها گمونو شما بهش میگین کش. وای وای بابا من خواهی پیرمرد بدبخت چقدر جون داشته که انداختیم وسط عقب جلوش زدیم. وای 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 جناب سروان تکلیف ما چیه؟ طبق کروکی 60% پرید مقصر 80% پارس. یکی شد 140%. او 40% من مقصرم که به شما 2 تا گواهینامه دادم. طبق آمار 90% تصادفات به خاطر استفاده از متان است. متان چیه جناب سروان؟ موبایل تو دست آدم نفهم. فدای سرت آقا اصلا یه ماچه به ما میدین. جناب سروان همینطور که بو الکلتون نرفته خودتونم هیچ نری کارتون دارم. ننویس برام ننویس. یعنی تصادفی با آشنا شدم ولی تصادفی گرفت دردش کمتر بود. تو نبود نگاه تو آینه می‌کردی؟ خب یه ساعت خودمو تو آینه نگاه کردم وای نگارشم بد شده. آره چه یشی عدده من دارم آینه ماشین میگم. تو آینه ماشینم خودمو دیدم. یا آقام شهید DRZB چی هستی که میگی؟ عزیزم DRZB دیدی راننده زنه بگوروز. چه خبره؟ جناب سروان ماشین عروس تصادف کرده. خوب شواش کردین حواس دوماد پارک کرده کونه ماشین پارک کرد حالا بیاین بودوزینش. خانم متوجه مقصری؟ نه من که راهنما زدم. داده من این راهنما نی این عزا مونده اصلا حضرت موسی که نیت زدی زمین زمون باز بشه خود تور باز بزن. یعنی با راننده نیستون نمیشه حرف بزنی بس که مست خورده عرق کرده. درست دست برد درست دست برد چه؟ ای بیار تو دست برد نمیذاره برد رو بالبار.